موسی علیه السلام هم میگه یک شخص جوان نزدش آمد گفت یا رسول الله تو زبانی حیوانا را میدونی، زبان یگان حیوان برای من تعلیم ته کو گوش کنم همه حیوانا چی میگن. حیوانا هم به تسبیح خدا مشغول هستند، بین خود بعضی چیزا را میگن، همدیگر را درک میکنن که من بفهمم یگان عبرت حاصل کنم. گفت موسی رو گذر کن زین هوس که این خطر دارد بسه در پیش پس. عبرت بیداری از یزدان طلب، نس کتاب از مقال و گفت طلب. حضرت موسی گفت ای برادر آخی خدا جان تماس کنه، تورات نازلین خداوند برات نازل کرده است، بیمار داری از کتاب خدا عبرت بگیری، از کلام خدا عبرت بگیری، تو از زبان حیوانات چی عبرت میگیری؟ این زیان و ضرر داره، میترسم که یگان زیانت میرسه. دماغش سوخت. گفت ای موسی رسول حق تی یأس باشد گر مرا مانع شوی. گفت او کاری خوب نکردی، ولی بعضا گپی حق میگوی و میگن تو او کاری خوب نکردی، تو زبان هم میدونی بخیلی کردی. حضرت موسی به خدا مراجعت کرد. گفت یا رب، گفت موسی یا رب این مردی سلیم سخره کرده استش مگر دیوی رژیم، گر بیاموزم زیانکارش بود ورنه یاموزم دیلش بد می شود. گفت پروردگارا این مرده که شیطان از راه برو ورده است، آخی من این اگر زبان تعلیم بتم میترسم که زیانش میرسه، اگر تعلیمش نتم این دماغش سوخت است، دماغو پژر خیس بر رفتینه. گفت ای موسی بیاموزش که ما رد نکردیم از کرم هرگز دعا. حضرت خداوندی گفت ای موسی گفت با آموزش. کافرها بعضا از ما چیزی طلب میکنن برای دنیا شما میتیم اکو با مردک صالحای با آموزش نابود شوخی با اختیار خود میکنه هر کاری کنه. گفت موسی حین تو دانی رو رسید نطق مرغ سگ شود بر تو پدید. حضرت موسی گفت مایل شکای سرت مونه بره، زبان مرغ زبان سگا را من بعد میفهمید، زبان مرغ و سگا را. بامدادان از برای امتحان ایستاد منتظر در آستان، خادمه سفره برافشاند و فتاد پاره نان جوین آثاری زاد. سحر در همو ایوان پیش ایوان خونش ایستاده است، در بالای صفه نگه داره، سگ نگه داره و مرغا را که گپشون بفهمیده باشد. خادمش برد دسترخوان تکید، در دوری دسترخوان خیلی مغزی نون میشه واقعی، یا تیکه که نونی جوی بدست اما افتی در ربود آن را خروس چنگرو. گفت سگ کردی تو بر ما ظلم رو. خروس جونور چخونتر ایوخی پرید اومد نون قبضت بر رفت. این بیچاره سگی تنبل تو رسید که نون بردیان. خروس گفت تجربه آدمی خوب نبوده، آخی خدای تعالی برای تو دانه و جو ای قدر کیرم کلختی زمین مهیا کرده است، همه تکنون نو یک گرد استخوان رزق روزی ما در همین رزق ما که تو چشم ملو کردی ای برای تو آدمی خوب نبوده. گفت سگ کردی تو بر ما ظلم رو. پس خروسش گفت تن زنگه مخور که خدا بدهد عوض زینت دیگر. اسب این خواجه سقط خواهد شدن روز فردا سیر خر کم کن حزن. خروس گفت زیق نشه جورا پگه اسبش میبره حرام میبره. انا می گوشتی هموای دهنی سگ شکم سیری میزنی به پروا باش. اسب رو بفروخت چون بشنود مرد. این خونه سوخته گوش کرده است که گفت شما میفهم آخه. اسب رو بفروخت چون بشنود مرد پیش سگ شد آن خروسش روی زرد. این بیچاره شرمنده شد خروس. گفت فردا استرش گردد سقط مرسگان را باشد این نعمت فقط. این گفت پروانه که پگه خشیرش میبره، خشیره نخرن آخی، خشیره برای سگای. زود استر را فروشید آن حریص یافت از غم زیان آن دم محیص. ایگه پکشنید در آورد امروز خشیرشان فروخت. روز دیگر گفت سگ با آن خروس که امیری کاذبان با طبل کوس. روز دیگر سگ دید خروس گفت ها حریف چو کردی واهمهات که جا شد بچه ایت سرداری همی دروگوها بدستی. گفت استر را فروشید او شتاب لیک فردایش غلام آید مصاب. گفت این خونه سوخته آخی استر را چخونی کرد برد فروخت عیب من نیست، او استر میبره در دست دیگه کس نه که پگه غلامش میبرم اگر هم یک خونه حلالی کنه یگون چی میکرد اگیست انشالله.
میرسه به پروا نکن. این شنید و او غلامش را فروخت، راست از خسران رخ را برفروخت. شکرها میکرد شادیها که من رست و سه واقعه اندر زمان. ایره که شنید در غلام برد فروخت. با در حضرت موسی را دید، گفت دیدی یا موسی تو میگوی زیان داره، اینا سه بلا را از سرم دور کردم. زبان حیوانا را که میفهمم همین بلاها را تیز از سرم دور کردم، خیلی پول درآمد کردم. روزی سالیس گفت سگ با آن خروس، کی خروسی جاش خا کوتاه جفت. بر روزی سیم شد گفت جونم مرگ وعدای تو کجا شد؟ هیچ شنیده استیم. گفت فردا خواهد و مردن یقین، گاو خواهد کشت واریس در حنین. گاوی قربانی و مالهای تناک، یا گوشت قربانی و نانهای تناک بر سگان و سائلان ریزد سبک. پروانه که گفت پگه خودش میم برای خونه سوخته خچه فروخته نتونه. گاو میکشن بعد قربانی میکنن، بعد نانای تنک چپاتی و گردچه میکنن، انشالله شکم سیری میخری. گوش بنهاده بدان مردی حریص، میشند او از خروسش این حدیث. او شنیده است که با چی میگفته باشد. چون شنید اینها دوان شد تیز تفت، بر در موسی کلیم الله رفت. جان ما که در کرد یا پیش پیغمبر میدویم یا پیش عالمایی که وارثای پیغمبر هستند، اما در حالت سری و پری نظر مون نمیگیره، پسند نمیکنیم. چه گپای ناشایسته و چه گپای ناباب در حق عالما میگیم. جان که تنگی کرد پیغمبر که زنده به طرف پیغمبر دویم. روحم مالید بر خاک و زبیم، که مرا فریاد رزین ای کلیم. بعد سر در خاک شکید که یا موسی با جانم برس که اینم تری خبری پرستیراب شنیدم. گفت تیرش جست از شست پسر، نیست سنت کایدان و پس بسر. برادر گفت مسئلت حل یگنه، اگه تقدیر خدا رفت است. لکل امت اجل اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. او اجل وقتی که آمد تمام دیگر با کسی رخصتی داده نمیشود. لیک در خواهم زی نیکو داور، تا که ایمان آن زمان با خود بری. چون که ایمان برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. من گفت همین قدر میتونم که دعا کنم در حقیقت که در همین آخران لحظات حیات کلمه شهادت بر زبان جاری گرده و با ایمان ای دنیای دونه بدرود گویی. زیرا شخصی که با ایمان میرود در حکم زنده های فکری دنیا را نکه که مسئلت حل خودت خواستی. بعد حضرت مولوی نصیحت میکنن، مرگ اسب از سر مرگ غلام، بد قضاگردان آن مغرور خام. اما مرگ اسب، مرگ خچیر، مرگ غلام قضاگردان بود. صدقه ردی بلا میگن، لا یرود البلاء الا صدقه. مقصد همین است. دست کی جنبد به ایثار و عمل، تا نبیند جاده را جایش بدل. اگر که این دست چیزی داد اگر یا چی نگیره دفعه دیگه بلند میشه و برای دادن هیچ وقت نی. این برادران حاجی سبحانه که مثلا برای ما کابینه جور میکنه، این اگر از این طرف خداوند جای خولگیش پر نکنه هیچ وقت ایست نمیتم. این حاجی سفره که مثلا شیفانر میخره، اگر پروردگاری بزرگ که از این طرف نتش هیچ وقت دستش نمیجنبه و حرکت نمیکنه که شیفانر بخره. میگه شیفانر به خونه خود من میخرم چی در گرمه چی. ببینه دست کی جنبد به ایثار عمل، تا نبیند جاده رو جایش بدل. حاجی عیدی بک، حاجی محمد سعید، اگر که به شرط از خدای تعالی که نبینم فایده و منفعت چه خیر احسان میکنن در حق علما و در حق فضیلا. تا نبیند کودکی که سیب هست، او پیازی گنده رو ندهد زیده است. اینم یک کودک در دستش یک پیازی کونی باشه، ریپ چتیلوک، کوای دستش بکش بگی داد دفیغانش میبره گوشی فلک کار میکنه. کبرای دستش بکش بگی نمیتد. یا سیوه که سر خینازنی نبیار بگو که ما سیوه میگیره و خودش پیازه میپرتویه. انا همین دادن زکات مال، دادن خیرات و صدقات حکم انا پیازی کونی را دوره. در عوض خدا سیبت میته. ای برادر عزیز، این قصه ها برای اون است که ما و شما عبرت بگیریم.
تا نبیند کودکی که سیب هست او پیازی گنده رو ندهد زی دست. آن که بدهد به امید سودها او خدای است، او خدای است، او خدا. یک سلام نشنوی ای مرد دین تا نگیرد آخرت آن آستین. پس در دادن صدقات، در کردن خیرات باید که برادران به همدیگر سبقت داشته باشیم. مسلمان ها با همین رفتار و با همین کردارشو معروف و مشهور عالم هستند. راستی من میخواستم درباره اسخیا، شخصای سخاوتمند حکایه ها براتون کنم. درباره بخلا، مردم بخیل مرده، قصه و حکایه ها براتون کنم. اما افسوس و صد افسوس که وقت مو امکانیت نمیده. حالا انشالله وقتی که قصه حضرت جبرئیل گفتیم آمدیم در زکات رسیدیم، با در موضوع زکات انشالله صحبت میکنیم. چیزایی را که در عید جمعه گپ نزدیم انشالله در اوجا پرو کامل میکنیم. زیرا قصه های شنودنی باب، حدیث های بسیار بسیار پرجاذبه و صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این موضوع به نهایت زیاد هستند. الحال از بس که سال خونیش فرا رسیده ایستاده است، من همین 10 دقیقه دیگه مونده است در موضوع ترغیب و تشویق علم دانش میخواهم که اندکی به شما صحبت کنم. علم درجه و منزلت بی‌نهایت بزرگی در اسلام دارد برادرای عزیز. علم دانش شخص هم در دنیا آبرومند با عزت میکنند، هم فردا روز قیامت. شخص عالم و دانشمند برای همه لازم است، برای همه کشور لازم است. بزرگ میفرماید دانا به هر دیار عزیز و مکرم است، دانا به هر دیار عزیز و مکرم است، لعنت بر آن دیار که دانا بود عزیز. دانا در هر دیار عزیز و مکرم است، لعنت بر دیاری که دانا در اوجا کم یافته. عزیز به معنای کم یافته می شود، نادر هم می شود. از این خاطر برادرای عزیز در تعلیم تربیت فرزندا کوشا باشه. فرزندا باید که فعال باشند. همین ما نمازخوانا بیای نمونه عبرت شویم. ما نمازخوانا فرزندامو در مکتب فعال باشند. بچهای نمازخوان، طالب علم ها، دانشجوها اگر در درس فعال باشند زبان ما درست‌تر می شود. متاسفانه وقتی که مجلس معرکه ها می شود مردم مسلمان طعنه میزنند که مسلمان ها چی اختراع کردند، مسلمان ها چی کار کردند. فقط به همین نماز خواندن آیا کار بود می شود؟ اگر ما صاحب علم دنیوی نباشیم حقیقتا هم همیشه در زیر ظلم و در زیر استثمار دشمنای اسلام باقی میمونیم. از همین خاطر مسئله علم و دانش به نهایت مهم است. خداوند متعال در قرآن عظیم شان با پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم امر کرد قل رب زدنی علما. ای حبیبی من دعا کن بگو که پروردگارا علم مرا زیاد کن. پیغمبری که ببینه صاحب علوم ظاهر و باطن است با خداوند امرش میکنه که دعا کن پروردگارا علم مرا زیاد کن. خدای بزرگ برای ترغیب و تشویق علم و دانش به ما و شما مراجعت میکند هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابر هستند؟ آیا میدانند؟ آیا در یک پایه هستند کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ لا یستوون. هرگز اینا برابر نمیشن.